کتابی که من میکشم حاضر این جناب الترغیب و الترهیب امام منذری است. این حضرت هم در باب گویم استغفرالله برای ما و شما چی گفته است. بعدا میگردم همون 5 نموده که طریقه های همون استغفار را برای شما تعلیم میکنم. این حضرت میگه حضرت ابی سعید خدری راوی حدیث است، جناب امام حاکم اسنادش صحیح میگه، گفته است که پیامبر گرامی گفتند قال ابلیس، میگه میدونی شیطان چی گفت؟ و عزتک و جلالک، گفت ای الله با عزتت و جلالت قسم. شیطان قسم خورده با چی؟ لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. گفت از قسم با عزت و جلالت کی؟ بین با الله قسم خورد ابلیس شیطان، تا زمانی که جان در بدن همین بندگان تو هست من اینها را بیراه میکنم، من اینها را مبتلای گناه میکنم، من در بین اینها اغوا میاندازم. میگه قسم خورد شیطان، قسم خورد در پیش الله مهربان. وقتی که از بگیم مقام و منزلتی که داشت وقتی پیشش کرد این قسم خورد. برادرها فقال الله مهربان بعد در برابر شیطان چی گفت؟ و عزتی و جلالی، قسم به بزرگیم، قسم به جلالم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. برادر عزیز چی کریم گوش کنین، الله مهربانه، چه الله مهربانه، چه بندگان خوبه هستیم. گفت قسم به جلال و عزتم که تا آن زمانی که بندگان من اگر به سوی من طلب مغفرت کنن، تمام آن کردگی هایی که تو در حقشان کردی، یعنی بدبخشان کردی، مبتلای گناهشان کردی، مادام به سوی من طلب مغفرت کنن، مهنت هایت را، زحمت هایت را همش از بین میبرم و بندگان ما مغفرت گناه میکنم. برادران عزیز حدیث دیگری را جناب انس ابن مالک میاره، میگه الا ادلکم علی دائکم و دوائکم. میگه پیامبر گفت بگون تان که درد چیه و دواش چیه؟ گفتیم بله حضرت چی است؟ گفت الا این داءکم الذنوب. گفت بدانید که درد به سر شما این گناه هست، و دواءکم الاستغفار، لیکن دوای همین درد پیامبر گفت این استغفاره، این طلب مغفرته. یعنی اگر گناه درد باشد، نامه اعمال سیاه میکردگی باشد، ما را پیش الله خجالت میگذاشتگی باشد، گفت دواش چیه؟ الاستغفار، طلب مغفرت کردن. برادرای عزیز و گرامی یک انشاءالله حدیث دیگه خونیم، اگر چندی در اینجا چندین صحیفه حدیث های بشمار پیامبر در این باب آمده است. پیامبر گفته است من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فیها من الاستغفار. پیامبر گفته است کسی خواهد که روز قیامت نامه اعمالش بیند و داخل نامه اعمالش پر اجر و ثواب باشد و نامه اعمالش در همون روز خرسندش کند، استغفار از زیاد بگین، استغفار از زیاد بگین، بین استغفرالله را زیاد بگین. برادر عزیز دیگر از رحمت الله را اینجا من برای شما خانم پیامبر مختص مؤمن مسلم یعمل ذنبا الا وقف الملك 3 ساعات فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم القيامه. میگه هرگاه بنده اگر گناه کنه الله مهربان میگه در او ننویس. 3 ساعت مهلت میداد است که اگر در همین 3 ساعت بنده طلب مغفرت کند الله را، همون گناه کردگیش نمی نویسد. اگر نکرد همون گناه در نامه اعمال نویسنده می شود. لیکن زمانی که ما یک نیکی میکنیم، ببینید برای گناهمون 3 ساعت مهلت من میده.
لیکن برای نیکیمان همین نیکی کردیم، در حال ملائکه را میگد بنویس در نامه اعمالش که فلان بنده من فلان نیکی را کرد. این رحمت الله مهربان است و اینجا هم باز فضیلت کلمه استغفار برادر عزیز. خب آخران حدیث میخوانم انشاءالله که جناب جابر ابن عبدالله این حدیث آورده است از پدرش از باباش. میگه جاء رجل الی رسول الله، یک مرد پیش پیامبر آمدن. برادر عزیز بسیار یک عجیب یک واخوری بود. فقال وا ذنوبا. میگه یک نفر پیش پیامبر آمد و بسیار میگه به سوی پیامبر شکایتی از گناهاش کرد. وای به حالم که گناه دا مرتکب شدم. برادر عزیز این سخنها را شما کم کمک باز در ترازوی عقلتون با بسنجین که مردم پیشتر گناه میکردن درد چون میگرفت، غمگین میشیدن که ای دستی من گناه انجام یافت. امروز برادرها ما و شما گناه را بخنده میکنیم. ببینین اونها گریه میکردن، اگر گناه میشد گریه میکردن. چگونه ای که در حال اصحاب پیغمبر خواندم که وقتی میگد در شترهاشون سوار میرفتن به ناگاه یک شتر در زمین خواب میکرد. اگر حاضر در تگ پای ما تو اسب یا خرمان اگر خواب کند ما چیکار میکنیم؟ ما میگیریم چوب و تیاق میزنیم تا زمانی که همون خر یا اسب ایجاش بلند شود. میگه وقتی که شتر در زمین خواب میکرد یا اسبش خواب میکرد یا خرش خواب میکرد، میگه در حال میگه دستاش میبرداشت و طرف الله مهربان طلب مغفرت میکرد. میگو خدایا چی بدبختیه، چی گناه ای دست من گذشته که این چارپای من از من نافرمانی دارد. این چارپای من مقصد در یک جایی که برای من ایستادن مشکله، این مقصد دیگر پیش نمی رود. الله مهربان از کردگیم پشیمانم. الله مهربان چی خطایی گذشته است ببخش، طلب مغفرت میکنم. میگم دیدیم که شترش یا اسبش بلند میشید. چقدر فرقه. بین این آدم گناه کرده است، پیش پیامبر میآید و گریه میکنه برای گناهش. زیرا ما در ابتدا گوش کردیم گناه دل سخت میکنه، سیاه میکنه، زنگدار میکرده. وقتی دلهامون که به این حالت بیا برادر عزیز، دیگر ما از رمکه آدمگری میبراییم. آخر برای چی در تاجیکی ما میگه اینقدر آدم دل سیاه بوده، اینقدر آدم دل سخت بوده؟ کدام وقت میگه میگیم وقتی میبینیم یک کاری سخت، یک کاری بسیار نادرست ای دستش وقتی که با وجود میاد میگیم چی قدری آدم دل بیرحمی به انصاف داره. انمون دلهایی که سیاه و سخت شید دانیم برادرها که ما اوتر دیگر از بندگی دور میکنه. ما اوتر دیگر مقصد از همون انصاف و رحم و دیانت از همه دیگر پیشمان میکنه، دورمان میکنه. به این خاطر آمد میگه داد گفت، گریه کرد. حضرت گفت وای به حالم که گناهگارم، وای به حالم که مبتلای گناه شدم. حضرت گفتن که فقال هذا القول مرتين او ثلاثا. میگه این مرد 3 بار میگه گفت حضرت گناه کردم. چقدر میترسیدن. یک قصه یادم آمد، میگه در زمانهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مردی حبشی، یک مردی سیاه پوست پیش پیامبر نازنین آمد. گفت حضرت من تا زمانی اسلام آوردنم بسیار گناهایی را انجام دادم، خیلی گناه ها کردم، چی زنا کردم، عرق نوشیدم، ظلم کردم، حق مردم خوردم، خلاص گناه های بسیار کردم. آیا امروز که اسلام آوردم، دین قبول کردم، الله گناه های مرا مغفرت میکند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن
همین قبول دین تو، همین اسلام تو هرچی پیشتر کرده بودی همش از صحیفه اعمالت نابود کرد. یعنی از برکت اسلام و دین تو مثل کودکی شدی که نو از مادر به دنیا آمدی. میگه این مرد سیاه‌پوش تبسم کرد، خرسند شد که از گناه خلاص شده است. پشت گردان میگه یک چند قدم رفت، بعد از اون میگه باگشت آمد، گفت ای پیامبر نازنین، همون گناهایی را که من کرده بودم همونها را الله من دید، خالق من دید؟ گفت تو نمیدانی که الله در قرآن میگه علم یعلم بان الله یرا؟ آیا مردم نمیدانند که من هر یک کردار اینها را، خواه شب باشد خواه روز، خواه خلوت باشد خواه آشکارا، من میبینم؟ الله گفت میبیند، همه کار گناه و ثواب ما را الله میبیند. وقتی میگه مرد ایرا شنید که الله گناه ها ما میبیند، میگه در رو بروی پیامبر یک آه کشید، یک آه جگر سوز را میگه آه گفت، میگه و همچنان میگه با همون رو میگه در پیش رسول اکرم افتید. برادر عزیز، صاحب کتاب میگه با عزت الله مهربان قسم که وقتی روش گرداندیم دیدیم که کیه ها جانش برآمده است. میگه پیامبر گرامی گفتن دانستین که جانش به چی سبب برآمد؟ گو یکمش اجل رسید، دویمش از ترس آن که الله گناه های مرا دیده است. بینیم برادر عزیز، امروز هر کدام ما هم از این قصه ها پیش خودمان بیاریم. پیش از گناه کردن دانید که الله مهربان شما را دیده است. یعنی هیچ امکان ندارد که الله ما را نبیند. و یک مرد میگه یک شاگرد چه بسیار در بین 100 شاگرد داشته است، لیکن یک شاگرد چه بسیار دوست می داشته، دائم باید تعریف میکرده است. شاگردای دیگرش همین خیلی رشکشان می برده است، ناراحت میشیدن که مقصد ای چی دارد که استاد فقط همین را تعریف میکند، شاید که مقصد یگان کمک مالیش میکند. بعدا میگه یه روز گفت بچه ها، گفت همه تان گفت یک مرغی بیاره. هر کدامشون میگه یک مرغی آوردن. بعدا میگه گفت برید گفت در جای همین مرغا را ذبح کنید که هیچ کس شما را نبیند. میگه پریشان شدن، هر کی هر طرف رفت، ذبح کردن آوردن، مگر همین شاگرد را که همیشه وصفش میکرد تعریف میکرد، همین شاگرد میگه مرغ همون خیلی باز زنده گرفت آورد. همه دیدن حیران شدن، گفتن چی نیفتی جایی که کسی نبینه؟ اینا ما ذبح کردیم مرغامونه. میگه طرف استاد گفت حضرت هر جا که گشتم، هر جا که در آمدم، هیچ مکانی را خالی از الله ندیدم. استادش میگه گشت طرف شاگرداش گفت آیا فهمیدین که برتری این شاگرد از شما در چی است؟ یعنی دیدین علم ایرا، دیدین حکمت ایرا، دیدین کرامات این مردکه. مقصد برادر عزیز هیچ جای از الله خالی نیست. و خوش به حال اینها که از گناهاشون گریه میکردن، هر کاری و از بین مشکلاتی که می اومدن از خودشان میدیدن و به طلب مغفرت مشغول میشیدن. این قسم آمدن 3 بار همین کلمه را گفتن. پیامبر گفت که قل اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجا عندی من عملی. حضرت با تعلیمش کرد، گفت از ایه که تو حاضر داد میگوی برای گریه میکنی برای گناهت، گفت بچه جان بنده خدا ایرا بگو که ای پروردگار مهربان، از گناه من دیده مغفرت تو وسیع تر است و از عملهایی که من از او امید دارم، از او از رحمت تو امید دارم. گفت ایرا بگو، یعنی همین کلمه اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجا عندی من عملی.
ولی امیرم اگر با زبان همین تاجیکی و عربی هم که بگین همین هم انشاءالله بسیار کلمه زیبایی هست، جمله زیبایی هست. میگه فقالها، بعد میگه گفت، بعد از آن گفت عود، باید بار دیگه بگو. میگه با گفت، با گفتش با بگو، گفت با گفت با، یعنی 3 بار میگه همیرا تکراری به تکرار همیرا گفت الله مهربان از گناه من دیده مغفرت تو وسیع‌تر است و از اعمالهایی که من میکنم و امیدی به او دارم بر رحمت تو امیدوارترم. میگه 3 بار همیرا وقتی گفت حبیب خدا گفتش قم فقط غفر الله لک. برادر عزیز میگه وقتی این سخن گفت بعدا حضرت گفتش خیز از جات، گفت برا گفت کن الله مهربان گناهات مغفرت کرد.